بدون هیچ دلیل خاصی امروز تصمیم گرفتم که محلول پیرانیا درست کنم که احتمالاً یکی از خشن‌ترین و پرخاشگرترین مایعاتیه که میشه توی آزمایشگاه ساخت. برای این کار فقط کافیه با مقداری اسید سولفوریک غلیظ شروع کنم و بعد خیلی با دقت هیدروژن پروکسید 30% بهش اضافه کنم. خیلی مهمه که این کار رو با دقت زیاد انجام بدم و هیچ وقت مقدار زیادی پروکسید اضافه نکنم، چون در این صورت محلول میتونه واقعا منفجر بشه. علاوه بر این ترکیب خیلی داغ میشه و این مخلوط میتونه تقریبا هر ماده عالی رو نابود کنه. همیشه برام جالبه که چیزایی مثل کاغذ رو داخلش بندازم، چون تقریبا بلافاصله اون رو به کربن تبدیل میکنه و بعدش هم به گاز دی اکسید کربن تبخیر میشه. قبلا این آزمایش رو روی چیزایی مثل شیرینی شانسی و مرغ انجام دادم و تونست کاملا در عرض چند ثانیه نابودش کنه. حتی یه بار این آزمایش رو در مقیاس خیلی بزرگتر انجام دادم و تونستم یه هات داگ کامل رو در محلول حل کنم که واقعا یکم ترسناک بود.